هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست. هر دم صبح سعادت خویش را بیدار کن. به دوستان خدا در دهر صد دشمن شود پیدا. به دوستان خدا در دهر صد دشمن شود پیدا. به هر رهرو در این راه از کمین رهزن شود پیدا. به هر کس از گمانی نیک بر سر دست می مالم. به دستم از کلاهی نخوتش سوزن شود پیدا. چنین شد حکمت تقدیر غفار برویاند به نزد هر گل خار. کند صد دشمن پیدا به هر دوست که دائم در پی آزردن اوست. عجب رزمی است در این دار غدار که صد نااهل بر اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدو. نه گل به خار می روید در این باغ ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دل شود شاید مراد از صبر حاصل. سگی که طعمه او استخوان است. سگی که طعمه او استخوان است و جان و دل محب خاندان است. اگر صد بار راند صاحب او نگرداند از آن پاسی نمک رو. زند گر زرد گردد با ادبتر که بوسد دست و در پایش نهد سر. نیاید در خیالش باب دیگر رود حلقه زند گشته بر آن در. نگردد دل خنک از راندن آن روان است از پس او کرده افغان. چرا تو قدر نعمت ها ندانی به قدر استخوان سگ ندانی. کوزگر گر کوزه را بشکند چون بخواهد باز قایم میکند. آن که داند کوزه کردن از نخوست چی عجب سازد شکسته را درست. از تقاضای زمان و گردش چرخی فلک خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست. هر دم صبح سعادت خویش را بیدار کن. به دوستان خدا در دهر صد دشمن شود پیدا. برو در خدمت پیر مغانی بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند. به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی بره. تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار. تو پیرو پیغمبر خدا شو. بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار. در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو.
برای چی؟ و پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین و میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. و پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیتد. پیری خودش یک نشانه مرگ است، تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر به پیری هم نشو، بلکه اختنیم.